گفتیم یه کانتین بیارن از اوکلاهاما برامون که ایشون خیلی هم احتیاج زیاده. خانم این پسره یا دختر؟ ما اول می‌خواستیم اون کنترل رو بده به من. بعد جلوی بچه‌ها خسته نباشی عزیز. سوال بعدی تقریبا توی صحبت‌های شما گنجونده شد. اگه نکته جدیدی هست اضافه بفرمایید. اقدام برای بارداری در ماه رمضان و یا ایام ولادت و یا شهادت ائمه اشکالی دارد یا خیر؟ ببینید در مورد ایام شهادت هیچ روایتی رو بنده ندیدم که نهی کرده باشه، چون گاهی من دیدم در بین دوستانی که دیندار هستن تلقیشون این هست که چون این ایام شهادت نامناسب و غلط هستش که اقدام به بارداری بکنن. اما دخترایی که گم شد آدرس جاده حراج میبرن اونجا، حمد و سورش که درست کردن از هم بالا میدازنش تو رودخونه. بریم ببینیم اینو بگین، چون بعضیا میگردن عقب دختراشون آدرس دادن بهشون بگین برن دختراشون پیدا کنن. اینا راستا شوخی نی، جدی میگن. آدرس دخترایی که گم میشن کجاست بگین؟ جاده حراج تو رودخونه. در وزارت بهداشت در ماهش پزشکی رسیدیم به خانم دکتر مرضیه وحید دستیردی. خب همه مردم میدونن آقای دکتر لنکرانی از مدیران بسیار خوب کشورن، واقعا موفق بودن، زحمت کشیدن. از همه یه علاقه ویژه شخصی به ایشون دارم. انسان پاک دوست داشتنی است. در یه جا گفتم مثل هلوم اومده بخواد بخوره. این جوون مؤمن واقعا دلسوز کشور کارم کرد واقعا. حرومزاده با ولد و زنا دوتاست عزیز. ولد و زنا یعنی مادرش به خطا رفت، اما حرامزاده یعنی این. من طبق فقه شیعه عرض میکنم یکی از چیزایی که زن آدم به آدم حروم میشه اینه که آدم تو طواف نسایی که میره مکه 2 رکعت نماز طواف نسا را نخونه. طبق حدیث پیغمبر امیرالمومنین که من نشون دادم تو رساله. خیلی بسیار شما خوبی خسته نباشید واقعا. که من دکتر آیا تو فقط اقتصادی ببندیم؟ سیاسی هم میتونیم بپرسیم، جهانی دیگه. آره باراک اوباما اومده. من راجع به اون صحبت کردم. خیلی خوب. ولی یه فقیه نگاه نکنید رو سرش امامه نرمه میتونید به این کله بزنید. پشت سر این امام زمانه، اون فولادیه، سر خودتون خورد میشه. وقت پشتوانه مردمی اینا به صفر برسه یقین بدانید قوه قضاییه بزرگترین های اینها رو میگیره، هیچ اتفاقی هم نمیاد. من میخوام یه مثال بزنم برایشون. موسی خیابانی دستگیر شد، تمام کوچه های شهرهای دور و نزدیک ما سیاه شد از این شعار موسی خیابانی رو آزاد کن. یک نفر نه عدتش کردن نه کاری، فقط به دلیل اسنادی که همکاری با روس‌ها داشتن با این اسناد دستگیر شد. گروه‌ها اینقدر موقعیت داشتن که یک نفرشون رو نمیتونستیم کاری بکنیم. اینا در یه راهپیمایی برخورد کرد، مردم کشت. آقای سید حسین موسوی تبریزی دادستان عصر اینها رو دستگیر کرد. شب کشته ها و اعدام شده های اینا رو 30 نفر رو پشت رادیو گفت. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به خاطر چی؟ به خاطر کشتن. مردم هرچه از اینا کشته بدن به نفعشون. نیروی انتظامی از اینها بکشن از نیروی انتظامی به نفعتون. وقتی که دستگیر کردن بلی، بازداشت کردن همه اینا بلی، مظلوم نکنید دشمنت.
پشتوانه ای داره از این که از راه اطاعت خدا و اطاعت رسول به ولایت رسیده. به خدا قسم تمام مردم ایران، تمام این سرزمین در رفاه و آسایش دارن زندگی میکنن. تنبیه به کار میبرد یا ما میخوام تنبیه کنیم شما عذر میخوام چی هستی کی هستی نشدنی است. آقا قطعنامه میدیم، خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا 4 تا؟ انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. من با یه ضرب المثل ایرانی، یه تعبیر ایرانی این که شرایط عوض شده رو گفتم. آقای دکتر حداد به من گفتن اینجوری نگو، یه جور دیگه بگو. من حالا دوتاشو میگم. یه مثالی داریم تو ایرانی ها، میگه بابا اون ممه رو لولو برد. آقای حداد بالاخره ایشون معلمن، استاد زبان فارسی، به من گفتن که بگو آن سبو بشکست و آن پیمانه. گفتم اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستن. سال گذشته هم که می‌خواستیم بیایم نیویورک اعلام کردیم که آماده هستیم با آقای اوباما بشینیم گفتگو کنیم. الانم من میگم ما قرار انشالله آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها، مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چه کسی بهتر است. ما فکر میکنیم این روش بهتر است. ما فکر میکنیم روش. بذارید این جمله رو هم بگم دیگه. اون ته چیزی که اونها رو میسوزونه چیه؟ بالاخره یکم خودمونی ایرانی با هم صحبت کنیم. اب نداره، اجازه هستش؟ باز یه ضرب المثل ایرانی یا یک تعبیر ایرانی داریم، میگن بابا جون میخوام همونو بگم. گفتش که بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟ ببین آقا 2 تا خیابونه، تو میخوای بیایی تو این پادگان 2 تا خیابون داره، توی خیابونش کلی خانوما و دختر خانوما ولو هن اونجا، قیافه های عجق وجق با قرائتوار، ولی این آسفالت نزدیکتره زود میرسی. یه خیابون دیگه اونور دوره، خاکی هم هست، ولی اونجا خبری نیست. اونجا تو این وسوسه های ابلیسی قرار نمیگیری. خدا میگه از این ور بیا، تو تلاشتو بکن. نشستی پای تلویزیون، چرا میری توی کانالی که وسوسه انگیزه؟ یه کتاب دست دادن، چرا درست میری سراغ اون بخش عشقیش؟ میدونی پشت پنجره وایسی، اون روبروی کسی چشمک میزنه، چرا پشت این پنجره، پشت اون پنجره وایسی که طرف مناره مسجد؟ یه پیرمرد 90 ساله تو خیابون میره، یه خانم جوان خوشبر و رو رد بشه، این پیرمردی که حالا چشاشم با عینک ته استکانی خوب نمیبینه، اگه به این خانم نگاه نکرد که هنری نکرده.
عراق رفته بودیم، یه سفر عتبات مشرف شدیم. هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد. جوری تنظیم کرده بودن، بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخوانم. نزدیک ایستگاه بود یا اوایل ایستگاه بود. هرچی بجزی گشت دموده، هر شب به شما من تک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم، تو جواب ندی پیامک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم، بگو تو جواب ندی پیامک میزنم، هر شب به شما هر شب به شما من تک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم، تو جواب ندی پیامک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم، بگو تو جواب ندی پیامک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم، تو جواب ندی پیامک میزنم، هر شب به شما من تک میزنم، بگو